همراهان محترم کانال، با درود فراوان. تو این ویدیو میخوام در مورد جاسوس افزارهایی صحبت کنم که به هیچ عنوان نباید توی موبایل نصبشون کرد. پس همراه من باشید. بدون فیلتر، بدون محدودیت، بدون نیاز به فیلتر شکن و پرسرعت. اینها جملاتی هستند برای تبلیغ این جاسوس افزارها. اکثر این جاسوس افزارها با استفاده از نام‌های اپ‌های معروف دنیا فعالیت می‌کنند، مثل تلگرام طلایی، تلاگرام. اما به محض نصب این بد افزارها چه اتفاقی برای تلفن همراهتون میفته؟ تو این ویدیو مخاطب بدون اینکه دوربین خودش رو فعال کنه، موبایل بدون اجازه شروع به عکس برداری میکنه و تنها دلیل این اتفاق اجازه دسترسی به دوربین، میکروفون، پیام‌ها و مخاطبینی هست که در نصب هر نرم افزاری در ابتدا اجازهش از شما گرفته میشه و وقتی که شما این بد افزارها رو نصب کنید، تمام این دسترسی ها رو به جاسوس افزارها میدید. در پایان لیستی از جاسوس افزارها رو براتون در کپشن نوشتم که میتونید ببینید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. با لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال از من حمایت کنید.